سلام دوستان، به کار خودتون خوش اومدید. من امروز میخوام درباره خواص سیر سیاه و اینکه چه مزایایی برای بدنمون داره اطلاعات رو باهاتون در میون بذارم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. این سیر درون‌سازی شده میتونه گرفتگی عروق رو برطرف کنه، دردهای مفصلی رو کاهش بده و چربی سوزی خیلی خوبی روی شکم و پهپاد داشته باشه. وجود کلسیم، سلنیوم و منیزیم توی سیر خیلی خوبه که برای رفع گرفتگی عروق ازش خیلی استفاده میشه و توی درمان فشار خون و دیابت هم خیلی موثره. ولی نکته‌ای که درباره مصرف سیر باید بدونید اینه که توی سیر یه آنتی اکسیدانی وجود داره به اسم آنتی اکسیدان آلیسین که این آنتی اکسیدان آلیسین عمر مفید کوتاهی داره و با خرد کردن، ریز کردن و له کردن و پختن و سرخ کردن در واقع از بین میره. تمام مواد مغذی داخل سیر یه همچین خاصیتی دارن، به خاطر همین زیاد قابل جذب برای بدن نیستن. ولی تو فرآیندی که سیر سیاه به دست میاد از سیرهای با کیفیت مثل سیر همدان خودمون که بهترین نوع سیر توی دنیا شناخته شده رو توی یه دستگاه داروسازی به مدت 1 ماه تحت دما، فشار، رطوبت و حرارت خاصی طبق نظر متخصصین نگهداری میکنن و همینطور هم که میبینید پوسته ظاهریش همون پوسته ظاهری سیره، فقط چون این توی دما و رطوبت و فشار خاصی بوده رنگش خورده با سیر طبیعی متفاوته که توی این سیر سیاه در واقع اون آنتی اکسیدان آلیسین به یه ماده دیگه تبدیل میشه به اسم SAC که به صورت کاملش SA آلیسیتینه. سیتین ها در واقع جزء خانواده ضد درد شناخته میشن و برای درد مفاصل و گرفتگی عضلات خیلی کاربرد داره. نکته خیلی مهم دیگه اینه که این SAC که توی سیر سیاه وجود داره در واقع خواص آنتی اکسیدانیش تثبیت شده است و به همین خاطر برای بدن قابل جذبه. از طرفی 8 برابر سیر معمولی آنتی اکسیدان داره و جدا از حجم آنتی اکسیدان و مواد مغذی که توی سیر سیاه وجود داره، این سیر سیاه ضد سمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مصرف سیر سیاه باعث کاهش گرید بالای کبد چرب میشه. چطوری؟ اینطوری که ما میتونیم برای پاکسازی بدنمون و پاکسازی کبدمون از دمنوش گیاهان دارویی مثل شاتر، کاسنی، خارمریم و این چون موارد استفاده کنیم. ولی برای ترمیم بافت کبد باید از مواد مغذی استفاده بشه که توش آنتی اکسیدان داره و این سیر سیاه در واقع سرشار از آنتی اکسیدانه که باعث ترمیم بافت کبد میشه. اصلا خیلی خوبه دیگهش میدونید چیه؟ اصلا خیلی خوبه دیگه این سیر سیاه اینه که باعث جذب بهتر انسولین توی بدن میشه و برای کسانی که دیابت دارن، چه کسانی که دیابتشون رو با تزریق انسولین کنترل میکنن و چه کسانی که دیابتشون رو با مصرف قرص تنظیم میکنن خیلی مفیده. سیر سیاه بیشتر برای کسانی که مزاج بدنشون سرده توصیه میشه که برای کنترل فشار خون و دیابتشون میتونن ازش استفاده بکنن. از طرف دیگه برای درمان بیماری‌هایی مثل آرتروز و آرتریت که جزء بیماری‌های التهابی هستن و همینطور برای درمان بیماری‌های خودایمنی که بازم ریشش توی سرد شدن مزاج بدنه مورد استفاده قرار میگیره. در ضمن از سیر سیاه برای درمان بیماری‌های جنسی مثل زود انزالی، نوز و سردمزاجی چه در خانم‌ها و چه در آقایون هم میشه استفاده کرد. سیر سیاه کلیه‌ها رو گرم میکنه و در کنار دوسی، گزنه، آش گزنه و خربزه میتونه یه تقویت کننده خیلی خوب برای کلیه‌ها به حساب بیاد. در ضمن با مالیدن روغن سیاه‌دونه روی کلیه‌هاتون هم میتونه کلیه‌هاتون رو گرم کنید. یکی از مسائلی که بعضی از افراد باهاش درگیر هستن دفع پروتئین توسط کلیه است که زیر چشمشون ورم میکنه انگار آب آورده یا پاهاشون ورم میکنه که اینا همش از مسائل کلیه نشأت میگیره. از طرفی کسانی که پف زیر چشم دارن یا افتادگی پلک دارن به احتمال زیاد کلیه‌هاشون دچار مشکل شده و یا هضم و جذب معده‌شون دچار اختلال شده. وقتی کلیه‌ها با خوردن سیر سیاه تقویت بشه میتونه روی درمان این مسائلی که نام بردم اثر خیلی خوبی بذاره. از طرف دیگه سیر سیاه به عنوان یک آنتی بیوتیک ادرارآور همیشه ازش استفاده کرد. کسانی که داروهای ادرارآور استفاده میکنن میتونن در کنارش از سیر سیاه هم استفاده بکنن. عزیزان، اگه اطلاعاتی که تا اینجای ویدیو باهاتون در میون گذاشتم براتون جالب بود، خوشحال میشم که این ویدیو رو لایکش کنید، چون با لایک کردن شما تعداد افراد بیشتری میتونن ویدیو رو ببینن و از اطلاعاتش استفاده کنن.
خب حالا بریم سراغ بقیه خواص سیر سیاه. به غیر از مواردی که گفتم، سیر سیاه یه اثر معجزه‌آسا داره. میدونی چیه؟ اصلا معجزه‌آسای سیر سیاه اینه که سیر سیاه روی چربی سوزی پهلوها که خانم‌ها نسبت بهش خیلی حساسیت دارن و با هر چیزی این چربی سوزی اتفاق نمیفته، اثر خیلی خوبی میذاره. در واقع با خوردن انواع سبوسا میتونی سایز شکمتون کم کنی و با خوردن سیر سیاه میتونی چربی سوزی خیلی خوبی داشته باشی. در واقع سیر سیاه چربی‌های رو هم انباشته رو در بازه زمانی 2 ماهه از بین میبره. خب این خیلی خوبه دیگه، نه؟ حالا بریم سر موارد منع مصرف سیر سیاه. کسانی که برای خوردن سیر معمولی منع مصرف دارن، احتمالا خوردن سیر سیاه هم اذیتشون میکنه. در ضمن سیر سیاه اصلا بو و مزه تندی نداره و یه حالت ترش شیرین مزه داره. ولی فرق خیلی زیادی بین سیر سیاه و سیر ترشی وجود داره. سیر ترشی بهبود یافته سیره، ولی خواصی که توی سیر سیاه وجود داره توی سیر ترشی نمیتونید پیدا کنید. عزیزان، من توی ویدیوهای آینده درباره 10 ماده غذایی که برای کبدمون مضرن میخوام اطلاعات رو باهاتون در میون بذارم. پس ویدیوهای آینده از دست ندید. اگه تا حالا کانالمو رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب کنید، زنگ کنارش فعال کنید تا از ویدیویی که ارسال میکنم مطلع بشید. امیدوارم همیشه خوب و خوش و سرحال باشید و تا ویدیوی آینده خدا نگهدار.